خیلی خوش اومدی به این ویدیو. و توی این ویدیو قراره بریم تون ماهی به سبک امیر درست کنیم. قراره تون ماهی به سبک من درست کنی. حالا میگین آقا تون ماهی به سبک من چه فرق میکنه؟ قبل از همه چیز بیام جلوی نور. تون ماهی آقا به سبک من تغییرش اینه که مشکل دست مسئله تغییرش آقا اینه که تمام تفاوتش اینه که آقا ما اینو میذاریم آب پز که باید بشه، یعنی تو آب باید بپزه که 100%. و قراره چیکار کنم؟ قرار بود آقا یکم بعد بزنیمش توی یک مایتوبه به روغن خودی سرخ بشه. حالا اگه شاید تو تخم مرغم بزنم که نه، چون تا حالا نخوردم. حالا باتری گوشی من تموم بشه یا نه، یا آقا بلند میشیم یه کاریش میکنیم دیگه. حالا یا این کارو میکنیم یا اینکه آقا سرخش میکنیم، کم ادویه بهش میزنیم ببینیم چه طعمی میشه. حالا اگه شو تخم مرغ هم میزنیم غذای سنگینی میشه و تخم مرغ بعد. خب حالا بریم تو میشه. حالا که بدیم یک ایل محتوا میخوام تخم مرغ بعد درست کنم و چیز غیر بی ربط کوچم. این بدشیا ما قراره که اینا روشن کنیم. جوب این الان روشن بشه چقدر وقتی که یه 15-20 دقیقه دیگه فکر کنم بشه. درسته؟ درست. از پشت سر میفهمم که درسته. یه 15-20 دقیقه دیگه 20 دقیقه. یعنی ساعت الان چنده؟ ساعت 7:17 میشه 7:37 میام. خوبه. خب الان اون تایم به سر رسید و ما قراره بریم اینو بازش کنیم. حالا شما میاد کنار سینک و اونجا لور این جوشیده دیگه جوشیده. یعنی من هر جا میرم به نور یا توی کارم بشون بخاری هم میکنه. های داغی، خیلی داغی. شما جلوی گیری از داغی این با خونه منم میگه خونه منم 2 تا جن داره حداقل. وای میسی آب گرمه. آب میگیره نگین ساعت 7 که شام میخوره تا من رو نهار میکنم. یه کم یه 3 جای داغ بده. اینا یا در میاریم ظرف خالی کنیم. آقا این ظرف هم توش آب بوده. این ظرف توش آب بوده. میذارم همینجا. شما اینطوری میکنی میپاشه. احساس میکنم این چون ظرفش کوچیک بود. چه تونی؟ عجب تونی. خودش دسته میشونیم. حالا بدم اون سر داستان. حالا نه اینطوری اون سر. آقا رسیدیم کنار گاز. باید چی کار رو بکنیم؟ چیکار نکنیم؟ های این ظرف تونه. حالا رسیدیم به ما. شما
برای ما شتری و زمین اندک آن داریم میذاریم و خلاص زیرش رو کم میکنی این هم میتوانی دیگه تش چیزی نیست دستا رو میشوریم یک دور دور ظرف حاجی گفتم یک تو ظرف رو میشوریم حالا کن بایسیم رو بردهیم آشوب ما رو بزنیم سرخش من میگم 2 تا تخم مرغ بزن مامانم خوردیم 2 تا تخم مرغ کن همین کارم میکنم آقا حد رو کنه دیگه من میگم یکی دیگه هم جا داره من واقعا اوملت که نیست غذا بریاد میدم بری عشق کنی حتی همه اینا بلدن ولی خب حالا تو عشق کن حالا زیرش زیاد روغن هم که نمیخواد چرا بکن آقا خودش روغن هم داره اوه نوسیدنی شد اولین بار هم از سوال دارم اوملت رو تجربه میکنم تخمه اوملت اینجا رو بهش بزنیم نه دیگه هم دیر بیاد حالا نمیتونم حالت زیاده اصلا سوخت اما انی شد یه جورایی چیز هر پخت و حل ما اینم زدیم دم کنیم شاید بگید گوشه ولی گوش همین این بلند شدم اینجا شد دیگه میایم اینجا نانها رو برداشته میچی من میگم یه ذره نمک هم بیش بزنیم ولی تخم مرغ اصلا طعم نمیده خبرتون ترکیب خوبی امتحان کنید به نظر من
همین دیگه، چیز خاصی نمونه. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردی. نه خدای خوشمزه. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.